خیلی خیلی خوش اومدید به کانال خودتون اونلند. من امروز قراره تو این ویدیو یک سوال خیلی خیلی پرتکرار رو که همیشه بچه‌ها از من میپرسن رو جواب بدم و دیگه عملاً تکلیف مشخص بشه. سوال چیه که ما مدرک زبان رو باید چیکار کنیم واسه ورود به دانشگاه اسپانیا، دانشگاه دولتی، و اینکه کی باید مدرک زبان اصلا ارائه بدیم. خب ببینید بچه‌ها، من اول در مورد مدرک زبان یک توضیح خیلی کوتاهی بهتون بدم. آزمونی که من خودم پیشنهاد میکنم و خودتون اگر یه سرچ ساده بزنید و یه خورده اطلاعات کسب بکنید، آزمون CLE هست که تحت نظر مؤسسه سروانتس برگزار میشه تو کل اسپانیا و خب بقیه جای دنیا، حتی تو ایران هم برگزار میشه. و این آزمون خیلی بهتره نسبت به آزمون دل برای دانشجوها بنا به چند دلیل، چون که هزینه کمتری داره و تاریخایی که آزمون برگزار میشه خیلی بیشترن، تو کل سال برگزار میشه به تعداد خیلی زیاد نسبت به دل. و اینکه نکته مهمتر اینه که نتیجه آزمون خیلی سریعتر میاد نسبت به آزمون دل. نهایتا 2 هفته 3 هفته یا دیگه تهش 1 ماه جواب شما میاد و منتظر نتیجه نباید شما بمونید، چون بالاخره ددلاین ها خیلی مهمه و شما باید برسید به انتخاب رشته. سوال مهم حالا اینجاست که ما کی مدرک زبان رو باید ارائه بدیم، ما کی باید مدرک زبان رو داشته باشیم. بچه‌ها ببینید، توی اسپانیا بعد از اینکه آزمون ماه می برگزار میشه، خب 1 ماه بعدش حدوداً جواب‌های آزمون میاد. بعد از اون ایالت‌ها به ترتیب شروع میکنن اون پلاسو و اون بازه انتخاب رشتهشون باز میشه. درست شد؟ مثلا حالا 2 هفته 20 روز شما فرصت دارید که ثبت نامتون رو توی اون ایالت و اون رشته خاص انجام بدید. شما تو اون بازه زمانی هستش که باید مدرک زبان رو ارائه بکنید همراه و بقیه مدارکتون و خب نمراتی که توی آزمون اونت کسب کردید. درست شد؟ پس شما در طی سال، یعنی مثلا بعد از سپتامبر که دیگه دانشگاه عملا شروع میشه، نمیتونید مدرک زبان رو ارائه بدید. پس تایمشون موقع است. حالا یه سری از دانشگاه هستن که این آپشن رو دارن که شما در طول سال مدرک زبان رو ارائه بدید که خدمتتون میگم، اما تعدادشون کمه و اغلب دانشگاه ها همون موقع ثبت نامی رو از شما میخوان. و خب من پیشنهادم به بچه‌هایی که میخوان مدرک زبان رو بگیرن اینه که همیشه وقتی که دارن دروس آزمون اونید رو میخونن که ماه می توی آزمون شرکت بکنن، زبان اسپانیایی هم کنارش بخونن، اما نه به هدف شرکت توی آزمون قبل از آزمون پسی، آزمون اونید. فقط جهت این که یادشون نره و زمانی که آزمون می رو شرکت کردید بچه‌ها، شما میتونید بعد از اون دیگه به شکل جدی واسه آزمون CLE بخونید و مدرکتون رو بگیرید و از اون طرف به ددلاین های ثبت نام دانشگاه ها برسید و اینجوری عملا هم درس آزمونتون رو میرسید خوب بخونید و زبان قاطیش نمیشه و بعدش هم با خیال راحت میتونید زبان اسپانیایی رو بخونید و مدرک زبان B2 رو کسب بکنید. و در مورد حالا مدرک زبانم بهتون بگم که بچه‌ها شما باید تو هر 4 تا مهارت اصلی سطح B2 رو کسب بکنید و حتی اگر یکیش B1 باشه باید دوباره آزمون شرکت بکنید و اون رو به B2 ارتقا بدید. و اینکه خب همونجوری هم که خدمتتون گفتم، ایالت‌های اسپانیا بالاخره بازهای زمانی مختلف داره. مثلا والنسیا اگر وسط‌های حالا جون ثبت نامش باز بشه تا اوایل ماه جولای، شما تو اون بازه زمانی باید همین مدارکتون رو آپلود بکنید و حالا مدرک زبان، چون بالاخره والنسیا شهری هستش که اغلب رشته‌هاش دیگه مدرک زبان میخواد. و دوستان من کلاً به همه بچه‌ها پیشنهاد میکنم که از همون اولی که تصمیم گرفتن که به اسپانیا مهاجرت بکنن، به خصوص مهاجرت تحصیلی، همیشه روی زبان اسپانیایی زمان خوبی بذارن و جدیش بگیرن، چون که خیلی وقتا بعضی از دانشگاه‌ها مدرک زبان رو یه دفعه اعلام میکنن که واسه این رشته و این رشته خب ما مدرک زبان میخوایم و این مثلا ممکنه که چند ماه قبل از باز شدن ددلاین انتخاب رشته باشه و عملا مثلا اون موقعی که من خودم میخواستم آزمون بدم، شهر والنسیا مدرک زبان نمیخواست واسه خیلی از رشته‌های پزشکیش مثلا، ولی چند ماه بعدش اعلام کرد که این رشته‌ها مدرک زبان میخوان و اجباریه. یعنی باید دیگه اینا رو انتظار داشته باشید، چون بالاخره اسپانیا یه خورده به این شکل یکم برنامهش مشخص نیست
و همیشه شما زبان رو بخونید که مدرک زبان رو بگیرید و عملا با داشتن مدرک زبان خیالتون راحت میشه. از طرفی توی دانشگاه هم شما خب خیلی نیاز دارید به زبان اسپانیایی. توی دانشگاه دولتی همه درس‌ها به زبان اسپانیایی هست و اگر خب مسلط نباشید روی زبان عملا به مشکل میخورید و خیلی کارتون سخت میشه. پس همیشه حواستون به زبان اسپانیایی باشه. در کل زبان شیرینی هم هست و خیلی هم راحت میتونید یادش بگیرید. همین بچه‌ها، امیدوارم که استفاده کرده باشید. توی قسمت کامنت ها هر سوالی داشتید از من بپرسید و یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید. خداحافظ.